سلام بینندگان و هواداران تلویزیون تاجیکستان. برنامه تاجیکستان و جهان است که از تلویزیون تاجیکستان منظوری شما می‌گردد. ما در این برنامه مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تاجیکستان و جهان را بررسی نموده منظوری شما می‌گردانیم. تلاش‌های جمهوری تاجیکستان و سازمان‌های منطقوی و بین المللی بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر. و نهایتاً به موضوع گردش غیرقانونی مواد مخدر. امروز تهدید گردش غیرقانونی مواد مخدر به عنوان خطر جهانی و مشکلات بزرگ در راه آسایش اهالی دنیا شناخته شده است. در ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان با نمایندگان جامعه کشور سنه 12 می سال روان، مسئله گردش غیرقانونی مواد مخدر نیز بررسی گردیده. همزمان سرور دولت، نمایندگان جامعه کشور، مقامات قدرتی، مرزبانان و خادمان دین و فرهنگ را در راه مبارزه بر ضد چنین ظهورات ضد سعادت بشری هدایت نمودند. باید گفت که در استراتژی جهانی مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر، جمهوری تاجیکستان در خط مقدم مبارزه قرار داشته. مرز طولانی کشور ما با جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت بلند و شبانه روزی را برای مرزبانان و مقامات مربوطه دولت ما تقاضا می‌نماید. هلاکت خاموش، وبای عصر 21، مرگ شرمساری، دور افتادن از جمعیت، سرآغاز بینشانی، این همه از استعمال مواد مخدر. برابر دیگر بحران‌های سیاسی و جمعیتی از قبیل تروریسم و افراطگرایی، قاچاق انسان، امروز گردش غیرقانونی مواد نشاور، گرایش نورسان و جوانان به این وبای دنیای معاصر اهالی جهان را اذیت داده ایستاده است. امروز تهدید جنایت‌های وابسته به استعمال مواد مخدر و به منبع درآمد گروه‌های منفعت‌جو وارد شدن آن یکی از مسائل حل طلب سازمان‌ها و تشکیلات‌های با نفوذ جهانی به شمار رفته. این تهدید نسبت به کشورهای غرب در مملکت‌های شرق به خصوص دولت‌های آسیا و آفریقا بیشتر به نظر می‌رسد. تحلیلگران با آن نظرند که گردش غیر قانونی مواد مخدر و انتقال به حد و حدود آن به مناطق دور و نزدیک جهان در روند تحکیم صلح و ثبات جهانی مانع شده است. این جنایت متشکل خود به نظام جهان تأثیر منفی خود را گذاشته، پیروان چنین اعمال ننگین حالا در کوچه و پست کوچه های زندگی خوار و ذلیل شدند. این وبای عصر 21 تهدید بزرگ به امنیت و ثبات کشورها خوانده شده. کارشناسان و تحلیلگران نتیجه های مرگبار و دهشتبار آن را با هر نگاه بررسی می نمایند. از هر نگاه روند استحصال و استعمال موادهای مربوط به مخدر را بررسی نماییم، می بینیم که محصول آن یگانه بیماری، بینوایی، جدایی، محبس، هلاکت فاجعه بار و آخر بنشانی است. حالا مواد مخدری که در خاک افغانستان استحصال می گردد 90% بازارهای جهان را تأمین می نماید. حالا شماره گرفتاران و معتادان مواد مخدر در جمهوری اسلامی افغانستان به 3 میلیون نفر می رسد.
این مکان یکی از جایهای مرکزی گرد هم آمدن گرفتاران مواد مخدر در افغانستان است که طبق اطلاع نهادهای امنیتی این کشور همه روزه هزاران نفر بیماران و نشمندان به زیر این پل ماشینگذار آمده به استفاده مواد مخدر نوع گرئین و بانگدانه و افیون مشغول می شوند. همیشه هم قدم وحدت و اتحاد باشید، زیرا اتحاد ما این قدرت ماست. امروز در بخش زیادی از ولایت‌های جمهوری اسلامی افغانستان مواد مخدر کشت می شود. ولایت هلمند افغانستان از بزرگترین منطقه زیر تصرف گروه‌های دهشت‌افکن می باشد که بخش اساسی مواد مخدر جهان در این قلمرو افغانستان کشت و استحصال می شود. شماره گرفتاران و معتادان مواد مخدر در ولایت هلمند افغانستان به 100,000 نفر می رسد. طبق آمارهای رسمی وزارت تندرستی جمهوری اسلامی افغانستان، امروز برای تبابت بسیاری از نشمندان در خاک افغانستان همکاری ها بین وزارت تندرستی جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان و تشکیلات های بین المللی ادامه دارد. هرچند که سازمان ملل متحد و سازمان جهانی تندرستی برای کاهش دادن شماره بیماران مواد مخدر در قلمرو افغانستان تلاش می نمایند، اما امسال نیز شماره گرفتاران چنین وبای عصر در بعضی از مناطق این کشور بیشتر شده است. باید گفت که مسئله مبارزه بر ضد گردش غیر قانونی مواد مخدر برابر تهدید تروریسم و افراطگرایی در اساس استراتژی‌های ملی مقاومت علیه چنین ظاهرات ننگین عصر در مرکز توجه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام الرحمن قرار داشته. پرزیدنت مملکت پیوسته از نمایندگان جامعه، فعالان، کارمندان مقامات قدرتی و حفظ ترتیبات جمعیتی، گمرک، مرزبانان، کمیته دولتی امنیت ملی، اجنسی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پدران و مادران و آموزگاران برای مبارزه دست جمعانه بر ضد ظاهرات سنگین حیات از قبیل تروریسم و افراطگرایی و گردش غیر قانونی مواد مخدر دعوت به عمل می آورند. قابل تاکید است که همه روزه فعالیت و تلاش و اقدامات حکومت مملکت و نهادهای دخلدار بر ضد گردش غیر قانونی مواد مخدر پرزور شده ایستاده است که این هم امر ضروری می باشد. روند تهدید جهانی گردش غیر قانونی مواد نشاور و گرایش نورسان و جوانان به استعمال مواد مخدر به هر یک اهالی تاجیکستان تقاضا می نماید که نسبت به سرنوشت نزدیکان و پیوندان، جوانان و نورسان، زنان و مادران و در عموم تاجیکستان عزیز و بهشت آسا بی‌طرف نباشند، زیرا بی‌طرفی این تیشه بریشه این ملت پرننگ و آر و صاحب تمدن زدن است.
با امید آبادی وطن، سعادت ساکنان تاجیکستان، خدمت صادقانه و صافدلانه در راه اعمار وطن، همیشه هم قدم وحدت و اتحاد باشید، زیرا اتحاد ما این قدرت ماست.